و نیز ملت ما هم از نظر ارزشی هم از نظر فیزیکی بیولوژی در آستانه نابودی بود. یک ملتی که در اون وقت 5 میلیون نفر بودیم، حدود 1 میلیون نفر گریزه شد. این 20% اهالی همون وقت است. باز 1 میلیون دیگر بیجا شدگان داخلی بودند که در داخل از پایتخت از دیگر جا و دهه ها و ولایت ها گریختند. 150,000 نفر کشته شد و طبق حساب همون وقت اهالی که 5.5 میلیون نفر بود، این 3% اهالی است که در همون ماهای اول جنگ کشته شد. اگر همین جنگ کمی دیگر ادامه میکرد، ممکن نصف اهالی تاجیکستان در پراکندگی نابود میشد، نصف دیگر کشته میشد و ملت تاجیک نه تنها از نظر ارزشی و فرهنگی، از نظر بیولوژی هم در آستانه قیر شدن قرار شد. بنابراین وقتی که ما درباره دوران استقلالیت و دستاوردهای آن میگوییم، یکی از مهمترین دستاوردهای ما محض این به دست آوردن وحدت بود. وحدتی که هم دولت رو نجات داد، هم ملت رو نجات داد، ملت رو هم از نظر معنوی و ارزشی بها داد، نجات داد و هم از نظر فیزیکی. بنابراین پیشوای ملت درباره سازشنامه صلح و وحدت ملی گفتن که ارزش این حجت برابر با اعلامیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. زیرا اگر اعلامیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با وجود آورده باشد، سازشنامه صلح آن را بار دیگر نجات داد از نابودی.